حدیث قدسی، توصیه های اخلاقی. خداوند عزوجل می فرماید: ای فرزند آدم، به اندازه‌ای که به من نیازمند هستید مرا اطاعت کنید و به اندازه‌ای که صبر بر آتش دوزخ دارید مرا نافرمانی کنید و به اندازه‌ای که در دنیا باقی هستید برای دنیا عمل کنید و به مقداری که در آخرت باقی هستید برای آن زاد و توشه فراهم کنید. ای فرزند آدم، در زراعت و معاملات خیش همچون معامله سلف که بها را از پیش می دهید مرا طرف معامله خیش قرار دهید تا به شما سود دهم که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب انسان خطور کرده. ای فرزند آدم، دوستی را از دل خیش بیرون کن، زیرا دوستی دنیا و محبت من در یک دل جمع نمی شود. ای فرزند آدم، آنچه را به تو فرمان داده ام نجات بده و از آنچه تو را باز داشته ام دست بردار تا تو را زنده قرار دهم که هرگز نمی میرد. ای فرزند آدم، هنگامی که در دلت سختی و در جسمت بیماری و در مالت کمبود و در روزیت محرومیت یافتی، پس بدان علت آن سخن گفتن تو در امور است که فایده برای تو ندارد. ای فرزند آدم، زاد و توشه بسیار فراهم کن، زیرا راه بسا دور است و باور خیش را سبک گردان، زیرا پل صراط بسیار باریک است و عمل خیش را خالص گردان، چون که بازرس به نهایت بینا می باشد و خواب بسیار و طولانی خود را برای قبر به تأخیر بنداز و فخر و مباهات کردن را برای ترازوی سنجش اعمال قرار بده و لذت بردن خیش را برای بهشت بگذار و خالص برای من باش تا برای تو باشم و با پست شمردن دنیا به من نزدیک شو تا در مقابل از آتش دوزخ دور گردی. ای فرزند آدم، کسی که در میان دریا کشتی او شکسته و بر تخته پاره باقی مانده است مصیبتش بزرگتر از تو نیست، زیرا تو به گناهت یقین داری و از عملت نزدیک به هلاکتی. جواهر السنیه صفحه 139.